سلام، روز شما بخیر. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. برای اینکه عزت نفس و اعتماد به نفس بچه رو افزایش بدیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ امروز میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم. ولی قبل اینکه به موارد اشاره بکنم لازمه این دو مورد رو بدونیم که زمانی که پدر مادر اصولی رو دارن رعایت میکنن و اصولی رو دارن، چارچوب‌هایی رو در زندگی دارن، باید بهش پایبند باشن. اصطلاحاً میگن که پدر مادر باید روی یه پاشنه بچرخن، یعنی اینکه شما اگه اصولی رو دارین باید به اون اصول احترام بذارین، پایبند باشین و بچه ها باید این رو بدونن. به دلیل اینکه جلوگیری میکنه از سردرگمی بچه ها. وقتی که بچه بدونه که پدر مادرش اصول دارن و طبق اون اصول دارن رفتار میکنن و گاه و بیگاه اون اصول رو تغییر نمیدن، باعث خیلی برای بچه خیلی خوب هستش این موضوع. مورد بعدی این که در تربیت بچه ها پدر مادر باید در یک گام باشن، در یک راستا قرار بگیرن. مثلا مادر داره بچه رو تربیت میکنه، بابت کار اشتباهی که انجام داده پدر دخالت میکنه و میاد با مادر شروع میکنه به بحث کردن که با بچه چرا اینطوری رفتار میکنی، چرا اونطوری رفتار میکنی. بچه این شکاف رو متوجه میشه و این خیلی خوشایند نیست، به دلیل اینکه بچه حرف شما رو دیگه نمیخونه، برای حرفای شما دیگه ارزشی قائل نیست. حالا چجوری میتونیم عزت نفس و اعتماد به نفس بچه ها رو افزایشش بدیم؟ خیلی راحت شما میتونین در هر فرصتی که هستش براتون امکان پذیره بچه ها رو در آغوش بگیرین، نوازش بکنین، بغل بکنین، بوس بکنین و در مورد مسائلی که مورد پسند، مورد علاقه بچه هستش باهاش صحبت بکنین و بچه ها احساس ارزشمند بودن میکنن، احساس اینو میکنن که برای پدر مادرشون ارزش دارن، قابل احترامن و مهمن، که پدر مادر وقت گذاشتن با اونها صحبت میکنن، اونها رو بغل میکنن. البته باید این موضوع خیلی به صورت نرمال اتفاق بیفته، به دلیل اینکه این به صورت نرمال اتفاق بیفته، چون بچه لوس میشه، بی‌ادب میشه، بی‌تربیت میشه و خواسته های نابجایی ممکنه از شما داشته باشه، خواسته هایی که ناحقه، خواسته هایی که به حق نیست و شما مجبوری برای اینکه بچه رو ساکت بکنی به حرفاش گوش بدی. حس توانایی به بچه دادن خیلی مهمه. شما تصور بکنید بچه‌تون میخواد کاری رو انجام بده یا یه کار جدید رو میخواد شروع بکنه، حس توانایی بدین. مثلا تو میتونی، آفرین پسرم، دخترم، از پس این کار برمیای، من تو رو میشناسم، تو میتونی این کار رو به نحو حسن انجام بدی. مورد بعدی این که وقتی که بچه اشتباهی رو انجام میده سرزنشش نکنی. حالا در خونه مسئلهش فرق میکنه، اصلا سرزنش ما در تربیت بچه نداریم، یعنی نیست جزء راهکارهایی که باید انجام بدیم. سرزنش کردن نیست. ما باید به این موضوع توجه بکنیم که اگه بچه در یک جمعی قرار میگیره و کار اشتباهی میکنه، کار ناشایستی انجام میده، بی تربیتی، بی ادبی رو انجام میده، باید اگه خیلی فورس ماژور بود، خیلی مهم بود، باید بچه رو ببریم در یک اتاقی و تنهایی با اون صحبت بکنیم. پس وقتی که ما بچه رو سرزنش میکنیم جلوی دیگران، باعث حس شرمندگی به بچه میدیم و اعتماد به نفس بچه رو از بین میبریم. مطمئن باشین تربیت در خونه باید اتفاق بیفته، در جمع، در خانواده، در مهمونی، در نمیدونم جامعه جای تربیت کردن بچه نیستش. اشتباهایی که بچه ها انجام میدن رو پررنگش نمی کنیم، خیلی بزرگ نشونش نمیدیم. بچه ها باید اشتباه بکنن و میتونن اشتباه بکنن به دلیل اینکه
تجربه کسب میکنن بابت اشتباهاتی که انجام میدن. بچه ها رو تهدید نکنیم، تنبیهشون نکنیم و البته خوف و رجا در تربیت بچه ها باید وجود داشته باشه، ولی ما بچه ها رو نباید تهدید بکنیم، نباید معامله بکنیم باشون که تو این کار رو انجام دادی منم این کار رو برات انجام میدم، یا در قبال این کاری که انجام دادیم منم این کار رو مثلا واسه انجام میدم. تهدید ما بچه ها رو نباید بکنیم و در نهایت از مقایسه کردن بچه ها دست برداریم، مقایسه نکنیم. هر بچه ای شخصیت خودش رو داره، ویژگی ها، توانایی های خودش رو داره. ما باید حس ارزشمند بودن به بچه بدیم. وقتی ارزش برای بچه قائل بشیم، اونم خودش رو دوست داره، برای خودش ارزش قائل میشه و باعث میشه که اعتماد به نفسش، عزت نفسش افزایش پیدا بکنه. خیلی متشکرم از نگاه زیبای شما.